چشمامو دیدم مست میشی کرتا زبیده ده تنش کرتا زبیده ده تنش خودی زبیده ده تنم. خب زبیدایت با چند تای موافقه؟ اینش با اینش موافق است. در زبان انگلیسی چه خیلی بیان کرده می شود؟ با سه فعل suit, fit و match در کجا چه خیلی استفاده برده می شوند؟ ویدیو را ساختن لایک کن. کرتا زبیدایت the dress suits you. کرتا زبیدایت. خب suit فعل است. suit زبیدن یعنی که یگون کرتا شما را خشرو میگیرن، شما را میگن the dress suits you. کرتا زبیدایت. کرتا زبیده ده تنش the dress suits her. کرتا زبیدایش. خب حالتی که یگون لباس شما در اندازه شون کلان است یعنی که خرد است، شما در این حالت suit نیو fit استفاده میبرین. میگوین که it doesn't fit me یعنی که این ماده نمیشوه. it's too small این از حد زیاد خرد است. match باشد حالتی که یک لباس با یک لباس دیگر موافق است، شما match استفاده میبرین. مثال خودیتون با شیمتون موافق است. your hoodie matches your trousers. خب پریچوسکات گنده زبیدایت. در کامنتر ترجمهش کنید. بای بای.